أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در کتاب باغ نکوکارانش میگوید باب المراقبتی، یعنی باب پنجم از کتاب ریاض الصالحین، باب مراقبه و باب مشاهده می باشد که الله سبحانه و تعالی تمام عملهای بنده را نگاه میکند و زیر نظر دارد. پس این باب رو ما و شما درس گذشته شروع کردیم، آیت ها و چند حدیث اولش رو گرفتیم و درس امروزه امان از باب مراقبت حدیث چهارم و از کتاب ریاض الصالحین حدیث 63 شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 63 از کتاب ریاض الصالحینش می گوید الرابع، یعنی حدیث چهارم در زیر باب مراقبه. عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم من الموبقات. انس رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انکم لتعملون اعمالا، گفتن هر آینه شما عملهای را انجام میدهید. راوی این حدیث انس رضی الله عنه است. انس ابن مالک رضی الله عنه عمری خیلی زیاد دیدگی است و پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند 90 سال زنده بود. 90 سال پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود. پس از 90 سال در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییرات و دیگرگونی ها و به اهمیتی در مسائل دینی به وجود که آمد، پس حضرت انس رضی الله عنه این حدیث را، این سخن را روایت کرده، گفت که انکم لتعملون اعمالا، گفت شما مرتکب عملهای میشوید، کارهای را شما انجام میدهید که هی ادق فی اعیونکم من الشعر، اون عملهای انجام میدادگیتان باریکتر است در چشمهای خودتان از موی دیده، یعنی در نظر خودتان اون عملها هیچ دشواری ندارد. فکر میکنید که گناه نیست، فکر میکنید که اون معصیت نیست. میگه کنا نعدها، ما میگه میشماریدیم همین عملهای شما را علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، من الموبقات، یعنی از جمله هلاک کننده ها. همین کارهایی که گفت شما انجام میدهید، همین کارها را ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله هلاک کننده ها میدانستیم. پس ببین، یعنی 90 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کارهای را انجام دادن که حضرت انس رضی الله عنه این سخن را گفت. پس اگر که یک صحابه یا حضرت انس اگر در این شب و روز بیاید ببیند امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را چی میگوید، که در زمانی که خیانت و فریب و نیرنگ به درجه اعلایش رسیدگی است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من غشنا فلیس منا، هر کسی که تقلب کاری و خیانت میکند و فریب میکند پس از ما نیست. و دروغ همچنین به درجه های اعلا رسیدگی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لا یزال الرجل لا یکذب و یتحرى الكذب حتی یکتب عند الله کذابا،
یعنی که انسان چنان دروغ میگوید و دروغ میگوید و در این دروغگوییش عادت میکند و در نزد الله جل جلاله این انسان همچون کذاب، دروغگو و بسیار دروغگو نزد الله جل جلاله نوشته می شود. پس اگر که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید یا صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید ببیند حال مردم امروزه را، حال امت رسول الله صلی الله علیه و سلم را که در امروز به چی گرفتار شدگی هستند، اینها را چی میگوید، چی حکم میکند؟ پس هر یک مسلمان باید سعی و کوشش بکند که به گفته الله و رسول عمل بکند و ایمانشان را قوی بکند. وقتی ایمان انسان قوی شد، انسان از معصیت و گناه دور می شود و انسان از فریب و دروغ و نیرنگ و از این چیزها دور می شود و دوری می جوید از عملهای زشت و از عملهای بد. یا اگر یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیاید امروز ببیند که چقدر مسلمان ها در نظرشان زنا کردن یک عملی عادی گشتگی است، یک عملی عادی گشته است، که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که ما من احد اغیر من الله ان یزنی عبده او تزنی امته. میگه که کسی به مثل الله جل جلاله رشک زیادتر نمیارد، غیرت زیادتر نمیارد که وقتی بنده الله زنا بکند، چی مرد باشد چی زن. وقتی که بنده الله مرد و زن وقتی زنا که میکنن، الله جل جلاله را بسیار غیرتش بالا می شود و الله سبحانه و تعالی را رشکش خیلی زیاد می شود و انسان خودش را از این عملهای زشت با چی طریق می تواند دور بکند؟ با طریق تقویت ایمانش. تقویت ایمان با چیست؟ تقویت ایمان با عمل کردن با قرآن و سنت. پس این حدیث 63 را رواه البخاری و امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است در زیر رقم 6492 و امام احمد هم همچنین این حدیث را روایت کردگی هست در زیر رقم 12604 و قال و امام نووی رحمه الله گفتگی است که الموبقات، معنای موبقات یعنی که المهلکات، یعنی هلاک کننده ها، که میگد که این عملی را که شما امروز انجام میدهید او را حتی گناه نمیدانید، ما این را در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از جمله هلاک کننده ها میدانستیم. پس این بود حدیث 63 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 4 از باب مراقبه، 5مین باب کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 5 از باب مراقبه را میارد که حدیث 64 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. میگوید که الخامسو، یعنی حدیث 5 در زیر 5مین باب کتاب ریاض الصالحین، باب المراقبتی. عن ابی هریره رضی الله عنه، میگوید که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید ان الله تعالی یغار، الله جل جلاله غیرت میکند، خشم میکند، غضب میکند، رشک میکند. و غیرت الله تعالی، و غیرت و خشم و رشک الله تبارک و تعالی در کدام صورت است؟ ان یأتی المرء ما حرم الله علیه، یعنی انجام بدهد شخص آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی حرام گردانده است. پس هر کسی که کاری را که الله جل جلاله حرام گردانده است، اون انسان وقتی اون حرام گردانده الله را انجام میدهد، الله سبحانه و تعالی را خشمش می آمده است، رشکش می آمده است و الله سبحانه و تعالی را غیرتش بالا می شده است نسبت به این بنده که این بنده نافرمانی الله جل جلاله را انجام داده ایستاده است. مثلا از جمله زنا کردن که الله سبحانه و تعالی در قرآن درباره زنا چی میگوید؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبیلا.
یعنی شما نزدیکی نجویید به زنا، زیرا اینکه زنا این فاحشه است و ساء سبیلا و بسیار راهی بد می باشد. پس رسول الله میگه ما من احد اغیر من الله ان یزنی عبده او تزنی امته. الله جل جلاله وقتی که بنده زنا میکرده است بسیار خشم و غضبش بالا میشده است. پس از این حدیث است که صفت غیرت را برای الله تبارک و تعالی ثابت میکند. یعنی در این حدیث میگه که و غیرت الله، یا که این الله تعالی یغارو، الله غیرت میکند، الله خشم میکند، الله رشک میکند. پس کلمه غیرت را، صفت غیرت را برای الله تبارک و تعالی ثابت میکند. و روش اهل سنت و الجماعت درباره تمام حدیث های آیت هایی که صفات دارند این است که صفات ها ثابته درباره الله جل جلاله است، آن گونه ای که به الله سبحانه و تعالی شایسته می باشد. چی طوری که به الله سبحانه و تعالی شایسته هست، انا همون طور الله جل جلاله اون صفت را دارد. یعنی به مثل صفت مخلوقی نیست، یعنی که انسان هم رشک میکند و انسان هم رشک میکند و خشمالود و غضب‌آلود میشود، اما خشم و غضب و رشکی بنده از خشم و غضب و رشک الله جل جلاله فرق میکند. فقط ما ثابت میکنیم این کلمه غیرت را نسبت به الله جل جلاله، چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابتش کرده است و ثابت گردانده است. این بود حدیث متفق علیه، حدیث 64 کتاب ریاض الصالحین، حدیث متفق علیه است. امام بخاری این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 5223 و امام مسلم هم همچنین این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 6995 و امام احمد هم این حدیث را روایت کرده است در مسندش در زیر رقم 10928. امام نووی رحمه الله میگوید که والغیرتو بفتح الغین، غیرت میگوید به فتح عین است، یعنی غین را فتح کن، زیرا که بعضیا غیره میخوانند. از این حساب است که حرکت گذاریش را برای ما و شما تقدیم کرده است که غیره نخونو بلکه غیره بخوانش. و اصلها الانفتو، و اصل این کلمه همون کلمه عزت نفس و بزرگواری می باشد. عزت نفس و انفه و بزرگواری می باشد. پس این هست سخن امام نووی رحمه الله در مسئله معنای الغیرتو. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث ششم از باب مراقبت و حدیث 65 از کتاب ریاض الصالحین را برای ما و شما تقدیم میکند. این حدیث کمی طولانی هست و قصه بسیار جالبی دارد برای بندگانی که شکرگزار هستند و برای بندگانی که سپاس الله جل جلاله را به جا می آورند. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 65 کتاب ریاض الصالحینش میگوید السادس، یعنی حدیث ششم از باب مراقبت، عن ابی هریره رضی الله عنه، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که ابو هریره رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت این ثلاثه من بنی اسرائیل، هر آینه میگه 3 شخصیت از بنی اسرائیل، یعنی که یعقوب علیه سلام را فرزندانش، یعقوب علیه السلام را فرزندانش را از نسل اون را یک قصه را بیان میکند که میگه 3 نفر از بنی اسرائیل ابرس و اقرع و اعمى، یعنی اون 3 نفر یکمش پیس بود و دویمش کل بود، موی سر نداشت، و سومش اعمى یعنی که کور بود. اراد الله ان یبتلیهم،
پس الله سبحانه و تعالی خواست که این سه کس را امتحان بکند، این سه کس را آزمایش بکند. پس در مسئله، پیش از اون که این حدیث را دوامش را بخوانیم، اولا در مسئله آن چیزی که از بنی اسرائیل برای ما نقل می شود سه نوع است، سه نمود می شود. نوع اولش همین است که آنچه در قرآن و سنت آمدگی است، هر چیزی که در قرآن و سنت درباره بنی اسرائیل هست ما اون را قبول داریم بدون شک و بدون تردید، هر آنچه که در قرآن آمدگی است. دوم، هر آنچه که در سنت صحیح آمدگی است، هر قصه و هر سخنهایی که درباره بنی اسرائیل در حدیث‌های صحیح آمدگی باشد ما او را قبول داریم. و سومین، آنچه از علما و بزرگان بنی اسرائیل نقل شدگی است، آن چیزی که درباره بزرگان و درباره شیخا و یا مردم پرهیزگاران از بنی اسرائیل نقل شدگی است، در این باره باز به سه تقسیم میکنیم این حکم را. یعنی که نقل هایی که در قرآن و سنت نیست و از علما آمدگی است و در کتاب آمدگی است، از عالمانی یا از بزرگان بنی اسرائیل. خب اینا به سه قسم تقسیم میکنیم. همچنین قسم اولش آنچه که به شریعت ما نادرست باشد، یعنی به شریعت ما موافقت نکند، اون را ما رد میکنیم، اون را میگیم اسرائیلیات مردود است. مثلا یا نقل میکند که در شریعت ما مطابقت نمیکند، پس اون مردود است. این قسم اولش. دوم، روایت هایی که شریعت به درست بودن آنها گواهی دادگی هست و این نمود روایت ها قابل قبول است. مثلا یا نقل میکنن در قرآن و سنت نآمده است، اما نظر میکنیم به همون حکم اون نقل یا اون سخن، نگاه میکنیم که شریعت ما اون را منع نکرده است بلکه او را تایید کردگی است. در این صورت ما اون را چکار میکنیم؟ یا موافقت کردگی است، در این صورت اون را قبول میکنیم. این دوم نمودش. سوم نمودش روایت هایی که در شریعت نه تایید شدگیان و نه رد، یعنی که نه قبول کردگی هستند اونها را شریعت و نه ردش کردگی است. پس این نمود روایت ها را ما همچنین نه تصدیقش میکنیم و نه ردش میکنیم. نه تصدیقش میکنیم که بگیم بله قبول است و نه ردش میکنیم بگیم که نه قبول نیست. چرا؟ زیرا اگر آنها را ما تصدیق کنیم ممکن آن درست نباشد، یا اگر که ما تصدیقش نکنیم ممکن که درست باشد. از این حساب است که آن سخنها و آن قصه ها و آن چیزهایی که از اسرائیلیات یا که از بنی اسرائیل برای ما میرسد ما اون را نگاه میکنیم. اگر که رد و تایید در شریعت ما نباشد ما اون را نه تصدیق میکنیم و نه ردش میکنیم بلکه به حال خودش میگذاریم. پس این بود در مسئله قصه ها و آن سخنانی که از بنی اسرائیل برای ما نقل می شود. اکنون این قصه که حالا بیان میکنیم، این قصه در حدیثی صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدگی است. یعنی دوم نمود چیزی که گفتیم آنچه در سنت صحیح آمدگی باشد ما قبولش میکنیم. پس این قصه در سنت صحیح رسول الله آمدگی است، این را پس ما قبول میکنیم، این قصه بنی اسرائیل را. خب این قصه در چی میگذرد؟ میگد این ثلاثتا من بنی اسرائیل، سه شخصیتی از بنی اسرائیل، ابرس و اقرع و اعما، یکمش پیس بود، دویمش کل بود، سومش کور بود. اراد الله ان یبتلیهم، الله سبحانه و تعالی خواست که این سه نفر را بیازماید، امتحان بکند، بسنجد این سه نفر را. پس چیکار کرد الله سبحانه و تعالی؟ میگه فبعث الیهم ملکا، الله سبحانه و تعالی فرستاد نزد اینها ملائکه را، نزد این سه نفر، نزد هر یک کدام اینها ملائکه را الله سبحانه و تعالی فرستاد. فأتى الابرص، پس ملائکه میگه آمد نزد اون پیس، اون کسی که پوست بدنش
پس شدگی بود نزد اون آمد. فقال، پس اون پس را گفت ایو شیء احب الیک، گفت چی چیز را تو دوست می‌داری؟ یعنی محبوب ترین چیز برای تو را چی است؟ قال لون حسن، گفت که میخوام رنگی زیبا داشته باشم، و جلد حسن، و همچنین پوستی زیبا داشته باشم، و یذهب عنی الذی قد قذرنی الناس، و یذهب عنی، گفت از من برود، الذی، همان چیزی که قد قذرنی الناس، که سبب نفرت و دوری مردم از من شدگی است. یعنی تنش پیس بود، مردم همراهش معامله نمی کردن، همنشینی نمی کردن، از این می گریختن. پس گفت میخوام که همین بیماری از من برود. فمسحه، پس اون ملائکه میگه که الله سبحانه و تعالی فرستاده بودش، مسحه یعنی که دستانش را به بدن این مرد مالید، در دستانش را به بدنش شکید. فذهب عنه قذره، پس میگه اون بیماری پوستی که این مرد داشت، همون بیماری که سبب بگیم موجب ننگ و دوری مردم از این شدگی بود، پس انا همون بیماری میگه از بین رفت. و اعطی لونا حسنا، بعد میگه این را رنگی زیبا دادش الله سبحانه و تعالی. قال، باز میگه اون ملائکه سوال کرد این مردی پیسی را که اکنون شفا یافت، فای المال احب الیک، یعنی کدام مال محبوب تر است برای تو؟ چی نمود مال گفت دوست میداری؟ قال الابل، میگه گفت که شتر را دوست میدارم، او قال البقر، یا گفت میگه گاو را دوست میدارم. شکر راوی شک کردگی است، اما از دوام قصه بعدتر میفهمیم که شتر را دوست میداشته است. فاعطی ناقه عشراء، پس میگه داده شد، الله سبحانه و تعالی داد برای این مردی که پیس بود و شفا یافت، ناقه عشراء، یعنی ماده شتری باردار، ماده شتری حامله دار، ماده شتری که در بطنش، در رحمش کودک بگیم شترچه بود. پس الله سبحانه و تعالی این طور یک ماده شتر برای این مردی پیس داد. فقال بارک الله لك فیها، پس این ملائکه دعا کرد در حق اون مرد که الله سبحانه و تعالی برکتت بتید در این ماده شتر حامله، الله سبحانه و تعالی برکتت بتید. فأتى الاقرع فقال، اکنون این کل را، این پس را حالش به آخر که رسید، بعد از این رفت نزد اقرع، نزد اون مردی کل، مردی که موی سر نداشت. فأتى الاقرع فقال، پس اون کل را گفت که ای شیء احب الیک، یعنی چی چیز را تو دوست می‌داری، چی چیز برای تو محبوب تر است؟ قال شعر حسن، میگه گفت موی سری زیبا، گفت میخوام که موی سری زیبا داشته باشم. و یذهب عنی هذا الذی قذرنی، گفت هذا الذی قذرنی الناس، گفت برود از من همینه که سببی دور شدن مردم از من شده است، یعنی همین بیماری، یعنی سرکل بودن، گفت همین از من برود که بگم سبب دور شدن مردم از من شده است این بیمویسری. فمسحه، پس میگه اون ملائکه سر این کل را دستمال کرد، سر کل را شکید. فذهب عنه، پس میگه این کلی از سر اون مرد رفت. و اعطی شعرا حسنا، پس داده شد برای این مرد موی سری زیبای، الله سبحانه و تعالی موی سری زیبا برای این مرد داد. قال، باز میگه ملائکه این مرد کل را که اکنون موی سرش که برآمد گفتش که فای المال احب الیک، یعنی کدام مال محبوب تر است برای تو، کدام مال را دوست میداری؟ قال البقر، میگه این کل گفت که من گاو را دوست میدارم. فاعطی بقره حاملا، پس داده شد میگه برای این کل گاوی گوساله‌دار، گاوی که حامل بود، یعنی که در شکمش گوساله بود. و قال بارک الله لك فیها، و ملائکه باز دعا کرد در حق این کل که صاحب گاو شد، گفت که الله برکتت بتید در این گاوی حامله دارد. اکنون
موضوعی یا قصه با این کلب آخر رسید. فأتى الاعمى، پس میگه این ملائکه نزدی کور رفت. فقال، پس کور را گفت ای شیء احب الیک، یعنی چی چیز محبوب تر است برای تو، یعنی چی چیز رو تو دوست میداری؟ قال، میگه این انسان کور گفت که ان یرد الله الی بصری، گفت بازگرداند الله سبحانه و تعالی برای من بیناییشم را. الله سبحانه و تعالی بینایش چشمانم را برایم باز بگرداند. فابصر الناس، تا اینکه مردم را ببینم. بینایشم را الله سبحانه و تعالی بازگرداند بر من بدهد تا اینکه من مردم را ببینم. فمسحه، پس ملائکه میگه چشم این کور را شکید، لمس کرد. فرد الله الیه بصره، الله جل جلاله چشمش را یا بینایش چشمش را برای این مرد بازگردانید. قال فای المال احب الیک، اکنون باز ملائکه سوالش کرد ای انسان کور که حالا بینا شدی اکنون، فای المال احب الیک، یعنی کدام مال محبوب تر است برای تو، کدام مال رو تو دوست میداری؟ قال الغنم، میگه این کوره که بینا شد اکنون گفت که من گوسفند را دوست میدارم. فاعطی شاتا والدا، پس میگه داده شد براش، الله سبحانه و تعالی داد برای این شاتا والدا، یعنی گوسفند باردار و گوسفندی که در بطنش بره‌اش بود. پس الله سبحانه و تعالی برای این کور گوسفند حامله دار داد. فانتج هذان و ولد هذا، انا اکنون بعد از این میگه زایدند این هذان، یعنی که این شتور و گاو، اون مردی پیس شتورش و اون مردی کل را گاوش میگه زایدن. و ولد هذا، و همچنین میگه این مردی کور را گوسفنداش هم میگه تولد کردند و زایدن و بچه دار شدن اینها. فکان لهذا واد من الابلی، پس اون پس میگه یک دشت پور، یک وادی و یک دره میگه پور از شتور شد، یعنی شتردار شد. ولهذا واد من البقری، و این کل یک وادی و یک دره میگه پر از گاو شد. ولهذا واد من الغنمی، و این کوره که بینا گشته بود این صاحب یک دره، یک دشت از گوسفند گشت. منظور چی است؟ یعنی که صاحب شترها و صاحب گاو و صاحب گوسفند شدند، یعنی چقدر زیاد شدن مال اینها، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی برای اینها داد و ملائکه در حق اینها دعا کرد. و این همچنین موردی این برای امتحان است، این برای امتحان است. الله سبحانه و تعالی برای اینها چقدر ارزانی گردانید عدد شتر و گاو و گوسفند را. ثم انه اتى الابرص في صورته و هیئته، اکنون بعد از اون که اینها دیگر صاحب مال و ملک گشتند، عدد مالاشون خیلی زیاد شد. ثم انه اتى، پس میگه همین ملائکه باز آمد. الابرص، یکم نزد کی رفت؟ نزد ابرص رفت، نزد پیس رفت. فی صورته و هیئته، در شکلی و در هیکلی اولینش، یعنی که به مثل همون پیس، به مثل همون شده. چی طوری که اون بیمار بود شفا یافت و صاحب مال و ملک شد، انا همون دور بیماریش، دور پیسیش چی طور بود؟ این ملائکه به انا همون شکل، به انا همون هیکل نزد این پیسی که اکنون شفا یافتگی بود و صاحب مال و ملک شده بود نزد این رفت. فقال، پس گفت رجل مسکین، این ملائکه گفت رجل مسکین، گفت مردی مسکین هستم. قد انقطعت بی الحبال فی سفری، گفت واقعا تمام شدگی است اسباب سفرم، توشه سفرم، اون چیزی که در سفر باید در راه استفاده برم، گفت تمام شدگی است. فلا بلاغ لی الیوم الا بالله ثم بک، پس گفت نیست رساننده برای من امروز مگر به کمک الله و به کمک تو ای
صاحب شتران که پیشتر خودت همین طور پیس بودی، پس برای اون تقدیم کرد. گفت که اسألوک، یعنی که از تو میخواهم، بالذی اعطاک اللون الحسنه، به همون ذاتی که، یعنی تو را قسم میدهم به همون ذاتی، اعطاک اللون الحسنه، برای تو گفت لون و رنگ زیبا داده است، و الجلد الحسنه، و پوست زیبا دادگی است، و المال، و برای تو مال و ملک دادگی است، بعیرن، گویا تو میخوام چی؟ بعیر میخوام. گویا شطور میخوام، یا شطورم بته اتبلغ به فی سفری، گفت تا اینکه برساند من را در این سفرم، یعنی یا شطورم بته تا اینکه من سفرم را دوام بدهم. فقال، پس این مرد ابرس، این مردی که پیش بود، الحقوق کثیرتون، گفت که الحقوق کثیرتون، یعنی که قرض ها خیلی زیاد است، گفت مشکلات زیاد است، پرابلم های زیاد دارم. یک دره شطور دارد و از پرابلم نقل کنی را شروع کرد. چطوری که متاسفانه امروز از هر کسی که بخواد یک کمکت بکند زود در پرابلم نقل کنی را شروع میکند. مخصوصا از کسی قرض گرفتنی شدی، وقتی بخوای قرض بگیری، پیش از اونه که قرض برات بتید یا جوابت بتید، اول 10 تا پرابلمش نقل میکند، میگو یگان سومی داشته باشم بیچاره را بدهم. پس این انسان ابرس هم این پیش که پیس بود، همین صفت رو پیشه کرد که الحقوق کثیرتون، گو قرض زیاد است، مشکلات زیاد است، پرابلم ها زیاد است، سومی پاتنت سپردن نکورای، سومی داکیومنت سپردن نکورای، خلاصه مشکلات خیلی زیاد است. فقال، پس این ملائکه، این مردی که پیس بود، گفت که کانی اعرفک، گفت به مثلی که من تو را میشناسم. ما گفت به مثلی که گویا این که من تو را میشناسم. علم تکن ابرسه، آیا گفت تو پیس نبودی؟ یقذرک الناسو، که مردم یعنی که از تو فرار میکردن، از تو دور میشدن، از تو میگریختن، آیا تو همون نبودی؟ فقیرن، آیا تو پیش فقیر نبودی؟ فاعطاک الله، الله جل جلاله برای تو داد، مال و ملک داد. فقال، پس این مردی پیس که پیس بود، این باز زبانش دراز گفت که انما ورثت هذا المال کابرا عن کابرین، گفت هر آینه من با ارث گرفتگی هستم، گفت این مال را پشت به پشت. اینه گفت من کم بغل نبودم، این مال گفت این پشت به پشت اومده است، اجدادم اومدگی این مال ها. یا دروغی صریح که همین ملائکه همون ملائکه بود که اول آمد و مورد امتحان قرار داد این پیس خنکرو را. فقال، پس میگه ملائکه گفت، وقتی پیس دروغی آشکارا که گفت، ملائکه چی گفت؟ گفت که این کنت کاذبا، گفت اگر دروغ میگویی، اگر دروغ گفته ایستاده باشی، فسیرک الله الی ما کنت، پس برگرداند الله سبحانه و تعالی تو را به همون چیزی که بودی، همون حالت اول چخیلی که بودی، انا همون طور تو را برگرداند. اکنون در حدیث ذکر نمی شود، اما ببین که بار اول آمد هر چیزی که درخواست کرد و الله جل جلاله با واسطه اون ملائکه برای این مرد داده بود. انا اکنون در این صورت هم وقتی که این ملائکه دعا کرد که الله سبحانه و تعالی چی طوره که بودی همین طور برگرداند، یقینا که الله سبحانه و تعالی مال و ملکش هلاک و نابود گردانید، خوش باز همون پیسی پیشینه گردانید به سبب شکر نکردنش. لئن شکرتم لازیدنکم، الله سبحانه و تعالی میگه اگر شکر گفتید شما، پس من زیاد میکنم نعمتم را بالای شما. پس این پیس شکر الله را به جا نیاورد، شکر نعمت را به جا نیاورد، از همه این نعمت ها ماند، از اون نعمت بگیم پوست و رنگ زیبا محروم گشت. این بود آخر قصه اون پیس. اکنون دوم، و اتى الاقرع فی صورته و هیئته، میگه آمد نزدی اقرع، نزد اون کل، به صورت همون و به هیئت همون، بگیم ملائکه یک انسان کل شده نزدی این کل آمد که پیش این انسان همونطور کل بود. فقال له، پس میگه اون کل را گفت، اکنون دیگه کل صاحب مال و ملک شدگی است، صاحب
گاوهای زیاد شدگی است. مثل ما قال لهذا، یعنی گفت میگم مثل که پس را گفته بود. یعنی گفت که من در راه موندگی هستم. این ملائکه گفت من در راه موندگی هستم، میخوام یگان چیز برای من بدهی تو اینکه من سفرم را دوام بتیم، یگان گاو یگان سواره برای من بده. و رد علیه مثل ما رد هذا، پس میگه جواب داد این کل همچنین مثل که اون پس جواب داده بود. پس چخیلی که جواب داد همانندی جواب و پاسخی پس این کل خنکرو همچنین این طور جواب داد. فقاله، پس ملائکه گفت، وقتی دروغ گفت، دروغ صریح گفت، این کنت کاذبا، گفت اگر دروغ گفته ایستاده باشی، فسیرک الله الی ما کنت، یعنی الله سبحانه و تعالی برگردونه تو را به همون حالت اولت، همون طور با یک انسانی کلی خنکرویی به مال و ملک گردی، فقیر گردی، گفته در حقش دعا کرد. حتما این همچنین خلاصه فهمیده می شود که الله سبحانه و تعالی تمام گاوهاش از دستش گرفت و خودش را همون کلی پیشینه قرار داد. این دو تاش از امتحان نگذشتن، اینها شکر نعمت را بجا نآوردن. اکنون نزد سوم می رود، نزد اون مردی که کور بود. میگه و اتى الاعمى فی صورته و هیئته، میگه آمد نزدی اون ملائکه، آمد نزدی اون کور در صورت و در هیئتش، در صورت و در هیئتی که اون کور در زمانش لباسای کنده و لباسای انسانی فقیری ناداری و احتیاج به یک چوب داشت و به یک تیاق داشت و اینکه راهش را دوام بدهد، به همون شکل میگه این ملائکه نزدی اون انسانی پیش کوربدگی آمد. فقاله، پس گفتش که رجل مسکین، گفت من مردی بسیار مسکین هستم، مردی مسکین هستم. و ابن سبیل، گفت من مسافر هستم. انقطعت بی الحبال فی سفری، گفت تمام شدگی است توشه سفرم، اسبابی که با اون باید سفرم رو دوام بدهم، گفت همش تمام شده است. فلا بلاغ لی الیوم الا بالله ثم بک، پس گفت نیست رساننده برایم امروز مگر با کمک الله و مگر با کمک تو ای مرد. نزد این گوسفندار آمد و این ملائکه این طور عرض و شکایتش رو بیان کرد. گفت که اسألوک، گفت من از تو میخواهم، از تو طلب میکنم، بالذی رد علیک بصرک، یعنی به همون ذات، قسمت میدیم به همون ذاتی که رد علیک بصرک، یعنی که بصر و بینایش تو را برای تو بازگردانید. شاتن، گفت میخواهم چی؟ اسألوک شاتن، گفت یک گوسفند میخواهم. اتبلغ بها فی سفری، گفت تا اینکه برساند مرا اون گوسفندی دادگی است در این سفرم، یعنی سفرم را دوام بدیم و ساق سلامت به مکانم برسم، از تو گفت یک گوسفند میخواهم. فقال، اکنون این مرد کور که الله سبحانه و تعالی توفیق شکر نعمت را در دل جایگیر گردانده بوده است، گفت که قد کنت اعمی، گفت منم پیش کور بودم. فرد الله الی بصری، گفت الله سبحانه و تعالی برای من بینایش چشمانم را بازگرداند. فخذ ما شئت و دع ما شئت، این کور را گفت این همین مالها در اختیارت، همین گوسفندا همه در اختیارت، بگیر هر چی قدره که میخواهی و بگذار هر چی قدرش که میخواهی. یعنی چند تاش معقول تای گرفته رفتن بگیر، یگان تاش ماندی خوب بمان. فوالله، پس اون کور قسم یاد کرد، زیرا که نعمت بینایش را دید و الله سبحانه و تعالی این قدر نعمتهای زیاد براش دادگی بود. اون مرد گفت که فوالله، قسم به ذات پاک، ما اجهدک الیوم بشیء اخذته لله عز وجل، گفت هیچ دریغ نمی دارم امروز، هیچ سختگیری نمی کنم امروز، بشیء اخذته، هر چیزی را گرفتی لله عز وجل، برای الله، یعنی هر چیزی را گفت برای الله که گرفتی، من گفت هیچ سختگیری نمی کنم، دریغ نمی دارم و مانع نمی شوم. هر چی قدری که می فورد رفته از بین مالها، از بین گوسفندان جدا کرده برای خود
بگیر. پس این شکر نعمت را به جا آورد و اون زمانی کمبغلی و زمانی رنج و مشقتش را به یاد آورده به خاطر الله جل جلاله یک دره و یک دشت از گوسفند را در اختیار این کور قرار داد. فقال، یعنی این کوری که ملائکه بود، فقال، پس میگه گفت، اکنون این ملائکه میگفت که امسک مالک، گفت مالت را نگه بدار، مالت از خودت شود، آشت شود مالت، فانما ابتلیتم، گفت پس هر آینه شما گفت مورد آزمایش و امتحان قرار گرفتید، شما گفت مورد آزمایش قرار گرفتید، فقد رضی الله عنک، پس میگه ملائکه گفت که ای کور که پیشتر کور بودی، صاحب گوسفند محشر شدی، الله جل جلاله از تو راضی شد، و سخط علی صاحبیک، و الله سبحانه و تعالی خشم کرد و ناراضی شد از اون دو رفیقت و از اون دو برادرت، از اون دو برادرت الله سبحانه و تعالی ناراضی شد. چرا ناراضی شد؟ زیرا که اون دو کس شکر نعمت را به جا نآوردند. پس از این حدیث چنین فهمیده می شود که در بنی اسرائیل این 3 نفر وقتی که در این حالت ها بودن یک بار شفا یافتند و صاحب مال و ملک شدن، یعنی که این قصه خیلی مشهور شدگی بود در بین مردم، زیرا اینکه سین به طرف کور گفت که و سخط علی صاحبیک، یعنی اون دو رفیقت، اون دو کسی که به مثل تو یک بار شفا یافتند و یک بار صاحب مال و ملک شدن، الله سبحانه و تعالی بالای اون دو کس غضبش را آورد، خشمش را آورد. پس چیکار کرد؟ تمام مال و ملک را گرفت و اون بیماری که داشت اول، اون بیماری را برای اونها بازگردانید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری روایت کرده است زیر رقم 3464 و امام مسلم هم این حدیث را همچنین روایت میکند زیر رقم 7431. پس این بود حدیث ششم از باب مراقبه و حدیث 65 از کتاب باغ نکوکاران از کتاب ریاض الصالحین. اکنون امام نووی رحمه الله چند کلمه های این حدیث را برای ما و شما شرح میتید، بیان میکند که معناهاشون چی است. میگه و ناقة العشراء بضم العین، عین را ضمه میگه، و فتح شین عشراء، و بالمد عشراء، هی الحامل، میگه همون شتری حامله دار رو میگن، شتری باردار رو، شتری که در شکمش شتر بچه دارد. پس این ناقة العشراء معناش همین است. قوله انتج و فی روایت فنتج، انتج و فنتج معنای هر دوش یک چیز است، تولا نتاجها، یعنی پی در پی شد بچه داریشان، یعنی چنان دیگر پی در پی تولد کردن و بچه دار شوی را شروع کردن. این شتر و این شترها و این گاوها و این گوسفندان زود تولد میکردند. و ناتج للناقه کالقابله للمرأه، وقتی میگن ناتج للناقه، ناتج برای ناقه را شتر ده، وقتی میگن ناتج چی طوره که زن رو میگن قابله، یعنی زنی که تولد کرده میتوند، زنی تولد کرده میتونه، زنی که زود تولد میکند اینا میگن زنی قابله، همون زنی قابله که ما و شما توجیهات میگن که بسیار قابل بوده است. خب قابله زنی که زود تولد میکند. و قوله پس انتج و فنتج این معناش چی بوده است؟ پی در پی تیز تولد کردن. و قوله ولد هذا یعنی که گوسفندان اون مردی کور، هو بتشدید اللامی، لام شدک، ولد ای تولا ولادتها، تولا یعنی که پی در پی شد تولد کردنشان، پی در پی زود تولد کردن شروع کرد گوسفندان اون کور. همچنین و هو بمعنى نتج فی الناقه، میگه به معنای نتجه در ناقه است، یعنی نتجه یعنی تولد میکند، شتر که گفتیم نتجه میگیم و گوسفند گفتیم میگیم ولده، پس فرقیتشون همین است. فالمولد و الناتج و القابله بمعنى،
یعنی مولد و ناتج و قابله هر سش میگه یک معنا داره. یعنی به تاجیکی بسیار تولد میکردگی، بسیار میزایدگی. لکن هذا للحیوانی، لیکن دو تا اول یا که بله دو تا اولش از حیوانات است، المولدو یعنی گوسفندان، الناتجو یعنی گاو و شتر، و ذاک لغیره القابلتو برای غیر حیوان، یعنی برای آدم زنی که بسیار تولد میکند. پس این هست معناهای این کلمه ها. بعدش میگه که و قوله انقطعت بی الحبال، انقطعت بی الحبال، یعنی تمام شد توشه راهم، اسباب سفرم. هو بالحاء المهملتی یعنی که حبال، و الباء الموحدتی حبال یعنی جبال نخونه جبا، ای الاسباب. حبال یعنی که اسباب هست، یعنی که سبب ها، سبب هایی که برای سفرم هست اونها تمام شد. و قوله لا اجهدک، یعنی که اون کور گفت که هر چی قدری که میخواهی به خاطر الله از مالم بگیری، از مال بگیر، چند قدرش میخوای بگیر، چند قدرش میخوای بگذار. ما اجهدک، ما اجهدک گفت یعنی چی؟ دریغ نمیدانم یا دریغ نمیدارم یا که سختگیری نمیکنم. پس میگه اجهدک معناه لا اشق علیک، یعنی سختگیری نمیکنم بر تو، فی رد شیء برای بازگرداندنش. نمیگم که اگه 10 تا گرفتی 5 تا بازگردون یا 1 تا بازگردون، نه، چی قدری که میخوایی بگیر. تأخذه او تطلبه منی، یعنی چیزی که میگیری یا چیزی که از من میخواهی من سختگیری نمیکنم، از مالم هر چی که میخوای برات میدهم. همین میگن لا اجهدک، یعنی سختگیری نمیکنم و دریغ نمیدارم، هر چی که میخوای برات میدهم. و فی روایت البخاری، در روایت بخاری آمدگی است که لا احمدک، بجای لا اجهدک در روایت بخاری آمدگی است که لا احمدک. لا احمدک یعنی من تعریف و توصیفت نمیکنم. بالحاء المهملة والمیم، یعنی به های محمله و های حی به نقطه و حرف میم قطی. و معناش یعنی برای چی گفت لا احمدک؟ ای لا احمدک بترک شیء تحتاج الیه، یعنی که من تو را تعریف نمیکنم، ستایش نمیکنم با ترک کردن چیزی که تو نیاز داشته باشی. یعنی که تو نیاز به 10 گوسفند داشته باشی، 5 تا بگیری و 5 تا نگیری، من نمیگویم که تو کاری خوب کردی، من تعریفت نمیکنم. یعنی چیزی که میخوایی گرفتن بگیر. کما قالوا لیس علی طول الحیات ندم، یعنی که در طول حیات یعنی علی فوات طولها، یعنی فوت کردن عمر طولانی پشیمانی وجود ندارد. و مثل همین میگه یک قول هست که لا احمدک، یعنی که من ستایش نمیکنم تو را در مقابل آن چیزی که احتیاج داشته باشی و از من اون چیز را نگیری، من ستایش و تعریفت نمیکنم. پس این قصه طولانی، این قصه 3 نفره با یکایک ما و شما فایده های زیاد را میدهد. اولین فایده این است که باید ما شکر الله جل جلاله را در مقابل نعمت های الله بدانیم، چطوری که الله در سوره ابراهیم آیت 7 میگوید و اذ تأذن ربکم و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی که و زمانی که پروردگار شما وعده دادگی هست، لئن شکرتم لازیدنکم، وعده الهی است که اگر شما شکر را به جا آوردید حتما مال شما را من زیاد میکنم، نعمتهای شما را من زیاد میکنم. چی قدری که داری همون داشتگی ده شکر بکن، الله سبحانه و تعالی می افزاید در اون نعمتش. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، الله سبحانه و تعالی میگه اگر کفران نعمت کردی، قدر نعمت را ندانستی و ناشکری کردی و نالیدی، پس بدان که عذاب من بسیار دردناک است و بسیار سخت می باشد. عذابا میگوید الله سبحانه و تعالی. پس از این حدیث فایده های بسیار جدی با وجود بگیم به دست ما میاریم. یکمین فایده این است که اثبات بودن فرشتگان، یعنی فرشتگان بوده است چطوری که در این حدیث ما و شما خواندیم. و همچنین گاه گاه فرشتگان خودشون را به شکل‌ها و قیافه‌های انسان‌ها می در آورده است چطوری که در این
حدیث ما و شما خواندیم که اول به شکل یک انسان آمد نزد اینها، بعد خودش را به شکل‌های گوناگون نزد پس به شکل پیسی، نزد کور به شکل کوری، نزد اون کل به شکل کلی رفت. یعنی الله سبحانه و تعالی برای ملائکه ها این قدرت و توانایی را داده بوده است که ملائکه ها خودشان را به شکل‌های گوناگون گردانده می توانسته است و همچنین به شکلی شخصای معین هم خودشان را ملائکه ها گردانده می توانستند، زیرا که الله سبحانه و تعالی برای اونها این قدرت را داده است. پس ما باید چیکار کنیم؟ شکری الله جل جلاله را در عوض هر نعمتش بکنیم. و همچنین از این حدیث، در این حدیث دو صفت الله جل جلاله هست. یکمش صفت خوشنودی و راضیگی الله و دویم صفت خشم و غضب الله جل جلاله. زیرا که در آخرش گفت که الله سبحانه و تعالی از تو ای مرد کوری که مالت را در اختیارم گذاشتی، الله سبحانه و تعالی از تو راضی شد و اون مردی که اون کسی که و اون دو نفری که نعمت الهی را شکرش به جا نآوردند، در امتحان که نگذشتند، در غضب و خشم الله جل جلاله گرفتار شدند. و صفت راضیگی، یعنی صفت راضیگی الله سبحانه و تعالی را الله خودش در قرآن ثابت میکند که رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی که راضی شد الله سبحانه و تعالی از ویها و ویها همچنین، یعنی بندگان الله همچنین از الله جل جلاله راضی شد. پس صفت راضیگی برای الله سبحانه و تعالی وجود دارد. و همچنین صفت غضب هم الله در سوره مائده آیت 80 میگوید که ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، که الله سبحانه و تعالی بر اونها خشم و غضب کردگی است و آنها در عذاب جهنم مخلد و همیشه میمانند، یعنی که کافرانی و کسانی که سرکشی از احکام الهی میکنند. و همچنین الله در سوره نساء آیت 63 میگوید و غضب الله علیه و لعنه، الله غضب کرد بالاش و لعنتش کرد. پس اینها همه دلایلی هستند که الله سبحانه و تعالی دارای این صفات ها می باشند. اهل سنت و الجماعت این صفات ها را و دیگر صفات هایی که ثابت شده هستند برای الله سبحانه و تعالی قبول دارند و باوری دارند که این صفات ها به صورت حقیقی برای الله سبحانه و تعالی هست و برای الله سبحانه و تعالی ثابت است. اهل سنت و الجماعت به این باور است. اما با صفت مخلوق ها و آفریده های الله جل جلاله، صفت ها یگان صفت الله مانندی و شباهت ندارند، همان گونه ای که ذات الله سبحانه و تعالی شبیه هیچ یک از مخلوق ها نیست، همچنین الله جل جلاله را صفتاش هم به مثل صفتای هیچ یک از بندگان الله نمی باشد، بلکه صفتایی که خاصی و لایقی و شایسته خودی الله سبحانه و تعالی هستند. پس این هست فایده ها و چیزهایی که از این حدیث به دست میاریم. و در آخرم باز هم بار دیگر تاکید میکنم که نعمت، هر نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای بنده میدهد، اونها با شکرگزاری، با صدقه دادن و به خاطر الله دادن افزایش پیدا میکنند و زیاد میشوند و الله سبحانه و تعالی در آن برکتش را عطا میکند. پس این بود حدیث ششم از باب مراقبت و حدیث 65 از کتاب ریاض الصالحین. اکنون میگذاریم به حدیث هفتم. حدیث هفتم از باب مراقبت، پنجمین باب کتاب ریاض الصالحین، و حدیث 66 از کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 66 کتاب ریاض الصالحینش میگوید السابع، یعنی حدیث هفتم از باب مراقبت. عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی که از ابو یعلا شداد بن اوس رضی الله عنه روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله گفتند الکیس من دان نفسه،
یعنی انسان زیرک و انسان زیرک، انسانی که بسیار چالاک است، من دان نفسه، همون کسی هست که محاسبه کردگی است و باز داشتگی است نفسش را از خواهشات نفسانیش. پس در این حدیث کلمه کیس، الکیس آمده است. پس معناش چی است؟ و کیس آدمی را میگویند که بسیار زیرک باشد، آدمی دور اندیش را میگویند، انسانی که از فرصتها را غنیمت میداند، از فرصتها استفاده میبرد، از هر لحظهش استفاده میبرد، هر لحظهش رو بیهوده نمیگذراند، این را میگویند الکیسو. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که الکیسو من دان نفسه. پس همین انسان دوراندیشو، انسان زیرک، هر کسی هست که محاسبه میکند نفس خودش را، حساب و کتاب میکند با نفس خودش، هر لحظه خودش را، از هر لحظه خودش استفاده میبرد. و عمل لما بعد الموت. و انسان زیرک و دورنده شخصی است که انجام میدهد کارهای را میکند که برای زندگی بعد از مرگش است. یعنی کارهایی را میکند که فایده اون کارها را بعد از مرگش میچشد که اون کارها چقدر کارهای مفید بودند، یعنی که عملهای با فایده روز قیامتش را پیشه میکند، طاعت و عبادتش را زیاد میکند. پس این را میگن الکیس. ضد کیس چی است؟ ضد کیس میگه والعاجز، عاجز و ناتوان، کسی که دور اندیش نیست، همین روزش و همین دنیاش فکر میکند، فقط میخواهد دنیاش آباد بکند، اون انسان رو میگن العاجز. عاجز کی است؟ من اتبع نفسه هواها، کسی که کشانده از اون انسان رو نفسش به چی؟ به هواش، یعنی که به خواسته های نفسانیش، به خواسته های نفسانیش اون را رسانده است، یعنی از دنبال خواسته های نفسانیش شده است. عاجز همون کسی هست که از دنبال، از پشتی خواهشات نفسانیش است و زیر فریب شیطان ملعون قرار گرفته است. و تمنى علی الله، از الله جل جلاله امید کردگی هست، امیدی بی اساس، یعنی که امیدی نابجا، امیدی نادرست به الله جل جلاله کرده است. یعنی چی؟ یعنی میگوید که حالا من جوان هستم، حالا زندگی را خوب بکنم، خانه و در بکنم، صاحب ماشین شوم، صاحب زن و فرزند شوم، بعد که پیر شدم بعد نمازام میخوانم و روزام میگیرم و قضای روزا را میدارم یا قضای نماز ما میدارم، گفته این طور آرزو میکند و این طور تمنا میکند و این طور نیت و مقصد میکند که اینها را میگویند و تمنى علی الله، یعنی که آرزو کردن بی اساس از الله جل جلاله. یعنی آرزو کرده است من این کار را میکنم، آیا تو به اون روزا میرسی یا نه؟ شاید در همون اوج جوانیت، شاید در همون اوج فسق و فجورت الله جل جلاله جان تو را بگیرد که پس تو این فرصت های بزرگ را از دست بدهی. پس وای بر حالت ای انسان. پس این حدیث ما و شما را تشویق میکند به غنیمت دانستن فرصت ها، که فرصت ها را غنیمت بدانیم و فرصت ها را استفاده ببریم. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است در زیر رقم 2459 در کتاب سنن ترمذی. و قال، و گفتگی است که حدیث حسن، یعنی که این حدیث حسن است، و هو فی مسند احمد، و همین حدیث همچنین در مسند امام احمد آمدگی است در زیر رقم 17123. میگه و اسناده ضعیف، سند این حدیث ضعیف می باشد لضعف ابی بکر ابن ابی مریم، برای که در سندی، در راویای این حدیث ابو بکر ابن ابی مریم گفتنی شخصیت است که این انسان ضعیف است. پس میگه این حدیث ضعیف می باشد. قال ترمذی درباره این حدیث میگوید، قال ترمذی و غیره من العلماء، یعنی امام ترمذی و غیر ترمذی دیگر عالما گفتگن معنا دان نفسه، معنای دان نفسه میگه ای حاسبها، یعنی چیکار کرد؟ محاسبه کرد، حساب کتاب کرد نفسش رو، یعنی نفسش رو بیهوده سرهوی نگذاشت، بلکه
هر یک لحظهش استفاده برد و هر یک لحظه اش را از هر یک فرصتش غنیمت دانست، هر فرصت را غنیمت دانسته به اون عمل کرد. حسن بصری رحمه الله یک قول زیبا دارد که ابن مبارک در کتاب زهدش می آورد، میگوید که ایمان به آرزو و ادعا نمی شود. یعنی که انسان در حالت جوانیش بگه که بعد من ایمان دارم، آرزو دارم که خیلی در آخر نمازخوان شوم، میگه ایمان به آرزو و به تمنا کردن نمی شود. ایمان چیزی است که در قلب انسان جای میگیرد و اعمال نیک را، اون انسان عملهای نیک را به جا میارد و با عملهای نیک تصدیق میکناند ایمانش را. انسان با عملهای نیک تصدیق میکناند ایمانش را. پس هر کسی که دعوای مسلمانی دارد باید هر لحظهش غنیمت بداند، هر فرصتش غنیمت بداند و استفاده برد و در اعمالش و در گفتارش و در کردارش ثابت بکناند باید انسان ایمانش را. پس این بود حدیث هفتم از باب مراقبت و حدیث 66 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث هشتم از باب مراقبت و حدیث 67 از کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید الثامنو، یعنی حدیث هشتم از باب مراقبت. عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو هریره میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، یعنی که از نیکویی و از زیبایی اسلام شخص ترکه ما لا یعنیه است، یعنی ترک کردن آن چیزی که بیفایده است، ترک کردن آن چیزی که به این انسان تعلق ندارد. چیزی که به تو تعلق ندارد و چیزی که برای تو مهم نیست و چیزی که وابسته به تو نیست، پس آن چیز رو ترک بکن. پس انا همین ترک کردن تو این دلالت میکند به نیکو بودن اسلامت، به زیبا بودن اسلامت ای شخصیت. یعنی در هر کار سر کار نگیر. متاسفانه بعضی انسان ها میخواهند که تمام مشکلات و تمام زندگی و تمام پرابلم های هر کس رو خبر داشته باشد، که مشکلات و زندگی و پرابلم یک شخص به این هیچ تعلق ندارد. اما این بیماری ده این انسان گرفتار شده است که این دلالت به آن میکند که اسلام این انسان، ایمان این انسان به درجه عالی، به آن درجه تکمیل و کامل و پره نشده است که این بیماری را با خود دارد. اما انسانی که اسلام زیبا دارد، انسانی که ایمان کامل دارد، پس چیزهایی که به این انسان فایده ندارد اونها را ترک میکند، از اونها دور میشود. چطوری که معروف کرخی رحمه الله یک قول دارن، میگه که علامت مقت الله للعبدی، یعنی که نشانه غضب الله بالای بنده بودن همین است، میگه که ان تراه مشتغلا بما لا یعنیه، که اون انسان مشغول است به کارها و چیزهایی که هیچ تعلق به همین کس ندارد. وقتی میگه انسان رو دیدی به کار مشغول شدگی است، که به چیزهای مشغول شدگی است که به خودش تعلق ندارد، بدان میگه که غضب الله بالای اون انسان است. یعنی که صفتی غضب الله بالای انسان آمدن میگه همین میباشد. پس باید انسان چیزی که به خودش تعلق ندارد، مخصوصا مسلمان اهل توحید، باید از اونها دوری بجوید. پس این حدیث 67 کتاب ریاض الصالحین میگه حدیث حسن، حدیث حسن است. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و غیره، و غیر ترمذی هم همچنین این حدیث را روایت کرده است. مثلا طبرانی در کتاب اوسطش ذکر کرده است این حدیث را، حاکم در تاریخش این حدیث را همچنین روایت کردگی هست. یعنی که این حدیث را چند کسای، چند کتاب ها صاحبان کتاب دیگر کتاب ها را صاحباشون هم همچنین
این حدیث را روایت کردگی هستند. الترمذی، امام ترمذی این حدیث را در زیر رقم 2317 روایت کردگی است در مسندش، در سننش. و هو عند ابن ماجه، و همین حدیث در ابن ماجه، سنن ابن ماجه همچنین هست در زیر رقم 3976. و ابن حبان همچنین حدیث رو روایت کرده است در زیر رقم 229. پس این بود حدیث 67 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 68 از کتاب ریاض الصالحین و حدیث 9 از باب مراقبت، یعنی آخرین حدیث باب مراقبت، پنجمین باب کتاب ریاض الصالحین. با همین حدیث باب مراقبت به آخر خواهد رسید. التاسع، امام نووی رحمه الله میگوید حدیث 9 و آخرین حدیث از باب مراقبت. ان عمر رضی الله عنه، میگد که از عمر رضی الله عنه روایت است. عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید، حضرت عمر رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث را روایت کرده میگوید که لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته، میگه مورد پرسش قرار ندهید مرد را، مورد پرسش قرار داده نشود مرد فیما ضرب زوجته، فیما ضرب امرأته، یعنی برای چی زنش زده است. یعنی یک انسان رو دیدید زنش رو زده است، پس شما از اون مرد نپرسید که چرا زدید، چرا زدید، از اون نپرسید. چرا نمیپرسیم که چرا زدید؟ زیرا اینکه شاید سبب زدنش، سبب اون مرد زنش رو زده است، شاید همخوابگی هست، زن شاید راضی نشده است برای همخوابگی، به خاطر این زدگی است. از این حساب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مرد باید مورد پرسش قرار نگیرد، یعنی برای چی زن زدی گفته باید نپرسش، زیرا اینکه شاید حیا میکند، گفته نمیتواند سببی زدنش را، وقتی سببش را گفته نمیتونه، پس چیکار میکند؟ دروغ محشر میبوفه برای تقدیم میکند، یگان دروغ دیگر میگوید. از این حساب از اونه که این مرد رو به گناه و معصیت تیله میدهی، از اون در بهتر و خوبتر اون مرد رو نپرس سببی زدنش را. اما قاضی باشد حق دارد، قاضی میپرسد. قاضی اگر دعوای بین زن و شوهر این چیزا که باشد، حتما قاضی میپرسد. برای قاضی پرسیدنش اشکال نداره. اما تو یک رفیق تا دیدی یا یک همسایه تا دیدی زنش رو زده، زود از اون سوال نکن چرا زدیش. خب رواه ابو داود و غیره، این حدیث و غیره، این حدیث رو ابو داود و غیر ابو داود همچنین روایت میکند. این حدیث 68 کتاب ریاض الصالحین را ابو داود و غیر ابو داود روایت کرده است. ابو داود در کتاب سننش در زیر رقم 2147 آوردگی است و نسائی در کتاب کبرا میارد این حدیث را در زیر رقم 9123 و ابن ماجه باشد در سننش در زیر رقم 1986 و در مسند احمد هم این حدیث همچنین آمدگی است در زیر رقم 122 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل و اسناده صحیح و اسناده ضعیف و سند این حدیث ضعیف می باشد و سندش ضعیف است، یعنی که راوی در راویاش ضعف دیده می شود. پس وقتی ضعیف که باشد قابل قبول و قابل عمل کردن نمی باشد. پس این بود آخرین حدیثی باب مراقبت. با همین باب مراقبه به آخر رسید. اکنون باب نو، باب ششم از کتاب ریاض الصالحین، باب تقوا، یعنی باب در مسئله تقوا و پرهیزگاری که باب ششم از کتاب ریاض الصالحین هست. انشاءالله این باب ششم را، باب تقوا و پرهیزگاری را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار و الله سبحانه و تعالی شکر گفتن نعمت‌هایش را برای ما و شما آسان بگرداند و الله سبحانه و تعالی در قلب یکایک ما و شما مراقبت کردن الله جل جلاله را جایگیر بگرداند که همیشه متوجه باشیم که الله
از هر گفتار و رفتار ما و شما با خبر می باشد و الله سبحانه و تعالی استفاده بردن از هر فرصت، از هر لحظه هامونه الله برامون نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.